به سرویس عاجل تلفن کنین که برادر سکته کرده است. عزیزانم، آرزو میکنم که در خانواده شما چنین اتفاق نیفته. ولی قبل از اینکه ما به این ایستگاه برسیم، به این جای برسیم، به این حالت مواجه شویم، ما باید شیریان ها و عروق خود، مویرگه های خود از منگ و از آلودگی پاک کنیم. ما برای شما در این ویدیو مطابق با وعده نسخه هایی دارم که این نسخه ها را شما به بسیار آسانی و با وسایل ابتدایی تهیه میتونین و او را تطبیق میتونین و بدن شما در مجموع و رگهای شما، شریانهای شما در ظرف 6 هفته، نه در 6 ماه و 6 سال به کلی پاک میشه. شما مجبور نیستین که مصارف تداوی های پرخرچ برگردن بگیرین. شما مجبور نیستین که زمین و باغ خود بفروشین و یا مشکلات سفر با پاکستان رو تحمل کنین و نسخه‌ای که ما پیشنهاد میکنم برای شما به شکل ذیل است. نسخه اول که نسخه مهم تداوی شما است، نسخه اصلی برای تداوی شما است. شما 7 دانه لیمو رو میگیرین، آبش رو میکشین، جوسش رو میکشین، در یک میکسر مندازین و بعد از او شما 21 دانه سیر پوست میکنین، پاک میکنین، ایران در میکسر مندازین و در قدم اول نیم لیتر آب یا 2 گلاس آب دیش مندازین و ایره مخلوط میکنین. وقتی مطمئن شدین که خوب مخلوط شده، 4 گلاس آب دیگه هم به این مندازین که جمعاً 6 گلاس آب یا 1.5 لیتر آب شود و این محلول خدا، این مخلوط خدا شما در بوتل های شیشه‌ای مندازین و در یخچال یا در یک جای سرد را نگهداری میکنین. نه در بوتل های پلاستیکی. از بوتل های پلاستیکی استفاده نکنین که ظروف پلاستیکی و بوتل های پلاستیکی به بدن ما و بدن انسان زیانوار است. ما ویدیو جداگانه در زمینه تهیه کردیم، لینکش در ویدیو میگذارم در توضیحات و دوستایی که او را ندیدن لطفا او را ببینین. به سود شماست، به سود سلامتی شماست. شما وقتی صبح از خواب بیدار شدین و دستوریتان را شستین، عبادت کردین، به آشپزخانه میرین، 1 قاشق عسل قاشق خرد چایخوری را در دهانتان میگیرین و او را خوب با لعاب دهنتان مخلوط میکنین. زود او را پایین نمیبرین بلکه خوب مخلوط میکنین و بعد از او را به معدهتان پایین میکنین که معده شما را میپوشاند. بعد از او بوتلی را که دو محلولی را که تهیه کردین را حرکت بتین که سر و ته شوه، به اصطلاح با هم گد شوه و بعد از او 3/4 یک گیلاسه 3/4 یک گیلاسه میگیرین و این محلول در گیلاس مندازین. 3/4 گیلاسه و 1/4 گیلاسه یعنی 1 بخشش آب جوش دی میپرتین. به خاطر از که این محلول باید گرم شود، یعنی خوب گرم شود، به خاطر از که ارگانهای هضمی ما و معده ما با محلول گرم و مثلا با سوپ گرم اینا عکس العمل مثبت نشان میتن و راضی میباشن. این را نوش جان میکنین. وقتی که این را نوش جان کردین، این محلولی که شما تهیه کردین این برای
6 یا 7 روز شما کافی است و بعد از او شما مجددا باید ایره تهیه کنین به می شیوه که گفتم و الا 6 هفته ایره استفاده کنین. این نسخه ابن سیناست. بسیاری از طبیبا از جمله طبیبای محترم همزبان ایرانی ما به این عقیده هستند که این نسخه از ابن سیناست که در آثار ابن سینا این موجود است و محققین امروزی در سراسر دنیا این نسخه را گرفتن و برای تداوی مریضی ها در زمینه در زمینه پاک کردن عروق و شریان ها استفاده میکنن. نسخه دومی که ما میخواستم خدمت شما عرض کنم او نسخه است که شما زردک میگیرین، چند دانه زردک و یک یا دو دانه لبلبو به اندازه یک سیب ایره میگیرین و بادرنگ میگیرین، پاک میکنین، توته میکنین و ایره در ماشین آب میکشی، جوس از ایره میگیرین، آبش میگیرین، جوسش میگیرین و در این 2 قاشق روغن زیتون میپرتین و این جوس از طرف شام حدود 6 بجه شام ایره نوش جان میکنین. دکتر نورمن واکا یک محقق بسیار مشهور که در این زمینه تحقیقات جالب داره به این عقیده است که این جوس اول این آب مقطر است که توسط طبیعت، توسط بوته و درخت تقطیر شده به آب مقطر تبدیل شده، پاکترین آب است، مفیدترین آب است، یعنی جوس است و از طرف دیگه این خصوصیت مغناطیسی داره و این تمام ارگانهای شما را از فضله ها و از کثافات بیرون میکنه، خالی میکنه، پاک میکنه و ضمناً عروق شما را، شریان های شما را منگش توسط مغناطیسیتی که داره ایره میگیره و شریان های شما را پاک میکنه. این 2 نسخه اصلی شماست. نسخه اول اصلی ترین نسخه است که طبیبا به این معتقد هستند، به خصوص طبیبای ایرانی، همزبانان ایرانی ما شما، که این نسخه از ابن سینا است که در آثارش مانده و امروز محققین او را استفاده میکنند برای تداوی مریضی هایی که عروقشان من گرفته باشه و یا به مریضی آرتریوس کلوروز مصاب باشند. شما در پالی این 2 نسخه عادات خوراک روزمره خود و نوشیدن روزمره خود به شکل زل تنظیم میکنین. اول شما خوراکی های سالم مثلا سبزیجات خام و پخته و با خصوص خام به شکل سالاد تهیه میکنین، روغن زیتون سرش میدادین، ایره نوش جان میکنین. همچنان لوبیا، نخود، دال و ماهی نوش جان میکنین، مثلا در روز 2 بار ماهی میخورین، بخصوص ماهیایی که مواد کیمیاوی و مواد هورمونی به اونا نرسیده باشه ایره نوش جان میکنین، لوبیا و نخود نوش جان میکنین. و غذاهایی که نباید بخورین برنج و نان خشک است که ایره به حدی اقل پایین بیارین. برنج و نان خشک مواد نشایسته‌ای است که در سیستم هضمی ما فقط و فقط به قند تبدیل میشه و وقتی که به قند تبدیل میشه، قند زیاد در خون، مغز امر میکنه به جگر که این قند به چربی تبدیل کن. بنابراین ما هر روز در واقع چربی میخوریم. وقتی نان خشک و برنج میخوریم این در بدن ما به چربی تبدیل میشه و باعث چرب شدن خون، بالا رفتن چربی در خون و بالا رفتن فشار خون و این حرفا میشه. بنابراین نان خشک و برنج بسیار پایین بیارین و گوشت هم در این 6 هفته
نخورین، با خصوص گوشتایی که با مواد کیمیاوی و با هورمونای کیمیاوی آلوده باشن. ایره نخورین. نان شب نخورین. به خاطر ازی که در بدن ما یک ساعت بیولوژیک وجود داره. ارگانهای بدن ما، با خصوص ارگانهای هضمی، ساعت 10 شب شروع میکنن با اساس نظمی که در بدن ما وجود داره با پاککاری شروع میکنن، سموم و تیزابها و فضله ها را از خود بیرون میکنن و بعدا استراحت میکنن. یگانه ارگانی که به طور کامل استراحت نمیکنه قلب ماست. او حرکت خود به تی میسازه، آهسته میسازه ولی استراحت نمیکنه. بقیه ارگان ها استراحت میکنه. اگر ما نان شب ساعت 8 و 9 شب بخوریم، به این مفهوم که ارگان های ما تمام شب باید روی پروسه هضم کار کنن، اونا نه پاککاری میتونن و نه استراحت میتونن و این سلامتی ما را صدمه میزنن، شدیداً صدمه میزنن. لطفاً این کار نکنین. عوض نان شب مثلا نان چاش نیمه روز و شامتانه در وسط بخورین. مثلا 4-5 بجه نان بخورین و اونمو کفایت میکنه برای شام شما. و شام یک میوه سبک، یک چیز میوه فصلی نوشیجان کنین و شب نان نخورین. همچنان شما نباید آبهای رنگ نظیر کولا، فانتا و آبهای دیگی رنگ را نباید بنوشین، به خاطر که آبها حاوی رنگهای کیمیاوی، مواد کیمیاوی و مواد معتاد کننده است که اعتیاد بار میاره. ضمناً در بدن عکس العمل‌های کیمیاوی را ایجاد میکنه و بدن ما را مریض میسازه. همچنان تحقیقات مفصلی صورت گرفته که این رنگ ها برای اطفال، برای حافظه اطفال، برای مغز اطفال با خصوص خوب نیست. یک نسخه بسیار جالبی است که ما بسیار آسان و بسیار ارزان در خانه شما را تهیه میتونین. یک غذای خوب است. این اصلا از دکتر ناصر گرامی، یک همزبان ایرانی ما، یک دکتر، یک محقق بسیار پرکار و زحمتکش است. این نسخه از او است که ما از او متشکر و ممنون هستیم و شما، و این نسخه را به شما ما میگم. شما در همچون یک گیلاس نصف گیلاس لوبیا، نصف گیلاس نخود، نصف گیلاس ماش، نیم گیلاس عدس و نیم گیلاس جوار خشک، جواری خشک میگیرین. یک گیلاس هم گندم و 2 گیلاس جو ایره میگیرین. البته من این ترکیبات در توضیحات هم نوشته میکنم که شما فراموش نکنین. ایره در یک ظرف کلان مندازین و ایره میشورین و بعد از ایره تر میکنین یا به گفته همزبانان ایرانی خیس میکنین و صبح ساعت 11 بجه 11 یا 12 روز ایره در دیگه بخار مندازین. درش پیاز و سیر و زردچوبه و مثلا چند برگ پالک و گندنه. در اروپا کسایی که هستن در امریکا گندنه اروپایی را که اینجا لوخ یا پوره میگن، او را درش پرتین و ایره دیگه بخار بسته کنین زود پزتانه و ایره بپزین. این غذا را روغن نمیپرتین. و وقتی که پخته شد، البته پخته که بسیار مثل حلوا شوه، نه مثل یک سوپ، مثل یک آش نرم شوه، پخته شوه. ای که پخته شد منقل گل میکنین و آتش خاموش میکنین و روغن درش مندازین و وقتی که ایره در کاسه در ظرفتان بیرون میکنین، در این وقت قرود یا دوستای ایرانی ما کشک میگن یا ماست چکه بسازین. البته ماست خانگی، نه ماست بازاری. ماست خانگی که شیرش ارگانیک باشه ایره درش مندازین و ایره میخورین. قبول کنین مزدارترین غذایی که
تا امروز خورده ایم امی غذاست. بسیار پرمزه است و بسیار غنی است از منرال ها، بخصوص کلسیم و مگنیزیم، و بسیار غنی است از پروتئین نباتی که بدن ما را تغذیه میکنه. اگر این غذا را شما ساعت 5 بجه یا 5 و نیم یا 6 شام نوشیدن کنین، قبول کنین که شما تا فردا نصف روز شما اصلا گرسنگی را احساس نمیکنین و شما از نان شب رهایی پیدا میکنین در قدم اول و از جنجال نان خشک و برنج نجات پیدا میکنین. این غذا را حتما بپزین، تجربه کنین و این را نوشیدن کنین. همچنان شما باید در طول روز آب گرم نوشیدن کنین، بخورین. بین 2.5 تا 3 لیتر آب گرم، آب جوش بتین، در ترموز پرتین و بعد از او که برابر خوردن سرد شد، خوب گرم باشه، بخورین. و چای طبیعی، چای زنجبیل یا زنجفیل، چای بادیان، چای گل بابونه، چای گل ختمی، چای رو بخورین. چای سبز و سیاه نخورین. چای سبز و سیاه به اساس تحقیقات دانشمندا برای بدن ما اهمیت آب نداره، بلکه آب بدن ما را زائل میسازه و با خود بیرون میکنه. به این خاطر چای سیاه و سبز نخورین. اگر معتاد هستین و مجبور هستین که بخورین، 1 یا 2 گلاس بخورین و بیشتر از او نه. همچنان سپورت کنین وطندارا، سپورت کنین. حرکت بدنی حتما داشته باشین، حداقل 45 دقیقه در روز. و کسایی که در وطن هستند و وسایل سپورتی ندارن، کلپای سپورتی ندارن، بخصوص وطندارای ما که در دیهات هستن، اونا پیاده گردی کنن. در وقت پیاده گردی تنفس عمیق کنن، نفس بگیرن و نفس بکشن و پیاده گردی کنن. بهترین سپورت است برشان. همچنان برای همین و هموطنای ما میگم که اگر وسایل برقی ندارن، که متاسفانه ندارن بنا به اطلاعی که ما دارم و در وطن بزرگ شدیم، بنان اینا امین نسخه ها را با وسایل خانگی میتونن تهیه کنن. مثلا در هاونگ سیر پرتین، 21 دانه سیر را بکوبین و خوب میده کنین. بعد از او را 1.5 گلاس آب درش اضافه کنین، باز بکوبین و را حرکت بتین و باز 1/2 گلاس آب دیگه. وقتی که خوب مطمئن شدین که سیر با 1 گلاس آب خوب محلول شد و ترکیب شد و مخلوط شد، این را در یک ظرف کلان پرتین. در این 5 گلاس آب دیگه هم پرتین و او آب جوس 7 دانه لیموی تان هم در این پرتین و این را در بوتلای شیشه‌ای نگهداری کنین و به شکلی که ما پیشتر گفتم این را صبحانه نوشیدن کنین. همچنان نسخه دوم، ما شما یک وسیله داریم، فارسی زبانای افغان او را تراشک میگن. از تراشک زردک، بادرنگ و لبلبو را بکشین. وقتی کشیدین در یک ظرف درش روغن زیتون بریزین و این را نوشیدن کنین. هم شما را سیر نگاه میکنه، هم بهترین مواد غذایی به بدن شما میده و هم بدن شما را، سایر ارگان‌ها را از جمله عروق و شریان‌های شما را پاک میکنه. با خوابتان توجه کنین. همونطور که پیشتر عرض کردم که ارگان‌های ما استراحت میکنه. ساعت 10 بجه شما هم، تحقیقاتی که شده دانشمندا به این نظر هستند که ما ساعت 10 بجه حتما باید به خواب بریم. بین ساعت 10 تا 5 صبح یا 6 صبح، بین 7 تا 8 ساعت ما باید خواب کنیم و در وقت خواب افکار ناسالم باید از خود دور کنیم. افکار سالم، افکار مثبت باید به خود رابطیم. با قضای زندگی ما که در مثبت داشتیم، کامیابی داشتیم، با ما بیشتر فکر کنیم. ما به خواب خوب میریم و خواب راحت می داشته باشیم. خواب راحت و خواب خوب و خواب کافی برای سلامتی انسان ها یکی از عناصر مهم است. حرفای خود جمع‌بندی میکنیم هموطنان، شنونده‌های عزیز. شما نسخه اول تطبیق کنین
که حاوی لیمو، سیر و آب است. نسخه دوم که زردک و بادرنگ و لبلبو است. آبی جوس استفاده کنین. غذای سالم بخورین. غذای ناسالم برنج و نانتان پایین بیارین، نخورین و گوشت زیاد نخورین در این فاصله یا هیچ نخورین، تنها ماهی بخورین. ماهی و ماهی سهی درست بخورین. آب بنوشین. چای های طبیعی بنوشین. سپورت کنین و استراحت و خواب کافی داشته باشین. به این عقیده داشته باشین که بدن شما در این 6 هفته تمام عروق شما پاک میشه. شما در این 6 هفته البته بین 4 تا 10 کیلو وزنتان هم پایین میه و چربی خونتان پایین میه، فشار خونتان پایین میه. کسایی که مریضی قند و شکر دارن، شکرتان نرمال میشه و در حالت عادی و نرمال میه. این همه اتفاقات میفته وقتی که شما این نسخه ها را به شکل درست تطبیق کنید. من یک دوستی دارم که در کابل است، در ولسوالی دی سبز. 6 هفته پیش به من 6 ماه پیش به من زنگ زد که پیش دکتر رفتم و گفت که یک شریان قلبت تبنگ گرفته و تو بیا که ما این شریان پاککاری کنیم و 90,000 افغانی با خود بیار. ما ایره اکسپرینگ تیر میکنیم. در افغانستان برش سپرینگ میگن، البته در اروپا ایره بایپاس اپراسیون یا کتیر میگن. اینوان ما بری آقا گفتم که نه، شما نه به سپرینگ ضرورت دارید، نه به عملیات، نه به 90,000 افغانی. شما این نسخه را تطبیق کنین. همین نسخه را که به شما گفتم، به رزو گفتم، یا تطبیق کنین و بعد از 6 هفته پیشامو دکتر برین که شما را دوباره معاینه کنه. یا آقای کار کرد و پیش دکتر رفت. دکتر تعجب کرده بود. برش گفته بود که رگهای خودت خو همه بسته بودن یا مشکل داشتن، منگ داشتن، تو چه کار کردی که پاک شده؟ موضوع همین داستان رو برش شکایت کرده بود که کسی را میشناسه در اروپا و او برش همین نسخه را گفته، نسخه را برش بیان کرده بود، تطبیق کرده و پاک شد. شما هم به این باور داشته باشین که بدنتان پاک میشه، ولی نسخه را همونطور که من عرض کردم و توضیح کردم به دقت تطبیق کنین. دش کم و زیاد نکنین و به دقت تطبیق کنین. برتان سلامتی آرزو میکنم. هموطنان گرامی، اگر ویدیوهای ما برای شما مفید است، لطف کنین او را لایک کنین، سابسکرایب کنین و علامت زنگوله را بزنین. عضو کانال ما شوین که ویدیوهای ما به موقع برای شما برسن. همچنان همو گفته وطنی را بازم تکرار میکنیم که سلامتی پادشاهی است و نگهداری سلامتی، حفظ سلامتی، کار کردن برای سلامتی بر ما واجب است و کمک به فقرا و بینوایان هموطنان عزیز فراموش نکنیم. تشکر از شما، از توجهتان، از حوصله‌مندیتان. بسیار تشکر.